بسم الله الرحمن الرحیم. پدر جان، نماز تراویح چه نماز است؟ به نام خداوندی بخشنده و مهربان. فرزندم، نماز تراویح نمازی می باشد که تن شریف رمضان خوانده می شود. این نماز از 20 رکعت عبارت می باشد. نماز تراویح هم برای مردان و هم برای زنان سنتی مؤکده می باشد و آن را شبهای رمضان در مسجد با جماعت گذرانیدن افضل تر است. اگر شخصی نتوانست به مسجد برود، می تواند نماز تراویح را در خانه تنها گذارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز تراویح را گاهی با جماعت و گاهی تنها گذاشته اند و هیچگاه این نماز را ترک نکرده اند. در زمان خلافت حضرت عمر خداوند از او راضی باد، با جماعت گذرانیدن نماز تراویح شروع گردید که آن تا روزهای ما ادامه دارد. از این رو نماز تراویح را می توان چی در مسجد و چی در تنهایی گذاشت. با وجود این خواندن نماز تراویح در مسجد سنت می باشد و برای خواندن این نماز در اینجا ثواب بسیار وعده گردیده است. پدر جان، نماز تراویح چقدر خوانده می شود؟ فرزندم، نماز تراویح بعد از خواندن 4 رکعت فرض خفتن و 2 رکعت سنت خفتن گذاشته می شود. نماز تراویح از 20 رکعت عبارت بوده، 2 رکعت یا 4 رکعت خوانده می شود. بعد از هر 4 رکعت تسبیح خواندن از آداب‌های این نماز است. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والكبریاء والجبروت. نماز تراویح را اگر 4 رکعت خوانند، به مثل 4 رکعت سنتی نماز پیشین خوانده می شود. یعنی در هر 4 رکعت بعد از سوره فاتحه ضم سوره کرده می شود و بعد از ادا کردن نماز تراویح 3 رکعت نماز ویتر واجب نیز با جماعت خوانده می شود. این تنها در ماه شریف رمضان است. در غیر رمضان نماز ویتر با جماعت گذاشته نمی شود. فرزندم، ماه شریف رمضان یک ماه فرصت است. فرصت برای ثواب بسیار گرفتن. پس روزهای رمضان را روزه بدار و شبهای آن را با نماز گذران و حرکت بکن که نماز تراویح را با جماعت بخوانی. فهمم پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. نوار را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. و سلام به آن کسانی که راه هدایت را پیش گرفتند.